صبح امروز بر جهان آوازه گشت، طفلک بر خاک و خون آغشته گشت. ما به این ظالم نداشتیم دشمنی، ما به این ظالم نداشتیم دشمنی. طفل ما بانوگی خنجر پاره گشت. مادرش ناگه زی مرگی آن شنید، بی سر و پا جانی بی مکتب دوید. هر طرف میکافت آن فرزندی خویش، جسمی به جانش برآوردن به پیش. هر طرف میکافت آن فرزندی خویش، جسمی به جانش برآوردن به پیش. خلقی مؤمن کرده بر حقش دعا، خلقی مؤمن کرده بر حقش دعا. گشته از دامانی مادر آن جدا، گشته از دامانی مادر آن جدا. آن کرا کرس بر زمین هموار گشت، جرمی آن بر خلقی تاجیک بار گشت. آن کرا کرس بر زمین هموار گشت، جرمی آن بر خلقی تاجیک بار گشت. بوده از این خلقی ما را سرنوشت، جای این طفل را بگرداند بهشت. بوده از بر تاجیکان این سرنوشت، جای این طفل را بگرداند بهشت. سلام علیکم دوستان عزیز، کسانی که در مهاجرت هستید، پدران، مادران و برادران، خواهران، انشاءالله دعاگوی شما هستیم. اولا هر یک کس سلامتی خود را احتیاط کنید و کسانی که در این ملک بیگانه نفران خیش را از دست دادید، مثل امروزه مادری کامل جان، خداوند هر یکی شما را صبر جمیل عطا فرماد. و در این ملک بیگانه هر یک مؤمن، چه از کشور ما چه از دیگر کشورهای مسلمان نشین، خداوند در امان خودش نگهبان باشد. در حقتان دعاگو هستیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.